بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ما و شما در اسباب ای که چند سببی که باعث شد که خلافت از بنی اسرائیل گرفته شود و به بنی اسماعیل انتقال شود، درباره از این اسباب در سبب 24 ما و شما خواندیم که یکی از اسباب که خلافت از بنی اسرائیل گرفته شد دشمنی با ملائکه بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کتابی که پیش شما هست را باز بکنیم در صفحه 39 شماره 24. قل من كان عدوا لجبريل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله سبحانه و تعالی میگه سبب 24 دشمنی با ملائکه وحی یا با ملک وحی. الله سبحانه و تعالی میگه قل من كان عدوا لجبريل. قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، من هر کسی که کان باشه عدوا دشمن لجبريل به جبریل علیه السلام، فإنه نزله على قلبك بإذن الله. یقینا که جبریل علیه السلام این قرآن برای قلبت نازل کرده به اذن الله، به حکم الله، به اجازه الله و حکم الله. این خونه است که ملائکه معصوم از دل خود کدام کار بکنن و شما با امر دشمنی میکنین که چرا وحی را به بنی اسرائیل آوردین، از بنی اسرائیل قطع کردی و بردی مثلا به رسول الله صلی الله علیه و سلم. مثل که بسیاری وقتا بعضی از انسانهای باطل پرست میگن که حتی جبریل غلط کرد، وحی اصلا به کسی دیگه بود، باز رو آورد به رسول الله صلی الله علیه و سلم. اینی عقیده غلط از اینا رد میشه که جبریل علیه السلام معصوم هست و ملائکه هست و ای از جانب الله به اجازه الله وحی را برای هر کسی که الله تعیین کنه برش و برش بگویه که به فلانی بر نه غلطی میکنن نه اشتباه میکنن، مثل که بعضی کسا تهمت میکنن، و نه هم گپ یهودی ها درست است که اینا دشمنی با جبریل علیه السلام شروع کردن. جبرائیل علیه السلام ملائکه مأمور معصوم هست، هم معصوم است و هم مأمور است. معصوم به خاطر ازی هست که گناه نمیکنن، صغایر و کبایر و ناپاک هستن، و مأمور به خاطر ازی هست که چیزی امر الله میشه و امور تطبیق میکنن، نه زیاد میکنن و نه کم میکنن. و این همین شهادت الله هست که فإنه نزله على قلبك بإذن الله. رسول الله صلی الله علیه و سلم این نازل کرده بالای قلب تو به حکم الله، مصدقا لما بین یدیه، که تصدیق کننده است با آن کتابهایی که در قبل ازی بودن، و هدن و هدایت است و بشرا و بشارت است للمؤمنین، برای مؤمنان. من کان، باز اینال الله حکم خدا بیان میکنه که من کان عدو لله، هر کسی که دشمنی بکنه با الله و ملائکتی، با ملائکش، و رسوله و با پیغمبرایش، و جبریل و با جبریل علیه السلام، و میکائیل و به میکائیل علیه السلام، فإن الله عدو للکافرین، پس یقینا که الله دشمن کافرها هست. سبب 25 کفر به آیات و دلایل روشن. بنی اسرائیل به دلایل روشنی که الله نازل کرده بود اینا کافر شدن. الله متعال میگه ولقد انزلنا الیک آیات بینات، یقینا که ای رسول الله صلی الله علیه و سلم ما با قدرت خود بالای تو نازل کردیم آیات بینات، دلایل و معجزات و آیات معلومدار و آشکارا را، یعنی آیات بینات که آیات قرآن عظیم الشان هست. الله متعال میگه ولقد، یقینا که انزلنا نازل کردیم الیک به سوی توی رسول الله صلی الله علیه و سلم آیات بینات، آیات معلومدار و روشن قرآن عظیم الشان را، و ما یکفر بها الا الفاسقون، و کافر نمیشن با عمیق آیات قرآن مگر کافران. کافران اینجا چی میشن؟ کافران و ما یکفر بها الا الفاسقون، کافر نمیشه به مگر کسایی که فاسق هستن. فاسق علما چی میگه؟ میگه الفسق و الخروج عن طاعت الله. فسق چی است؟ خارج شدن از طاعت الله هست، یعنی هر کسی که از طاعت الله خارج باشه پس اینا کافر میشن. سبب 26 که خلافت از بنی اسرائیل گرفته شد عیبشانی بود که این عهد شکنی میکردن. الله متعال میگه که او کلما عاهدوا عهدا، اینا هر وقتی که یک عهدی میکردن نبذه فریق منهم، باز یک
گروهی از اینا امو عهد میشکستان. پس اینا به معهد خود وفادار نبودن، بلکه اکثریتشان لا یؤمنون، ایمان نمی داشتن. او تو نبود که یک نفر یا دو نفرشان فاسق باشه، یا یک نفر یا دو نفر یا 5 نفرشان باشه، یا 1% 2% باشه، بلکه اکثریت از اینا چی بودن؟ فاسقان و بیدینان و عهدشکنا بودن. 27م علت یا سببی که خلافت از بنی اسرائیل گرفته شد این بود که عقب زدن کتاب الهی هست. انسان مسلمان مکلفیت داره که کتاب الله را در هر مشکلی که برش پیدا میشه فوراً میایه و کتاب الله را باز میکنه و احکام الله را میبینه و مطابق ازی عمل میکنه. اینا چی کردن؟ الله متعال میگه که ولما جاءهم کتاب رسول من عند الله. ببینن اینا چی است؟ هم کتاب الله و هم رسول الله. اینجا ببینن ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، میگه وقتی که بر از اینا یک رسول از جانب الله میامد که او رسول چی صفت داشت؟ تصدیق کننده بود به مو کتابی که پیش از اینا بود، چون کتاب‌های آسمانی کلش وحی هستند و مسائل اعتقادی و اخلاقی و احکامش بسیارش با هم مشابه هست، فقط در تشریع بعض مسائل با هم فرق میکنن. اما مسائل ایمان آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر و البعث بعد الموت اینیا و القدر خیره و شره من الله تعالی، کل کتابا عین عقیده را برای مؤمنین بیان میکنن. الله متعال میگه که وقت بر از اونا پیغمبر میامد، رسول میامد که این تصدیق کننده بود، خود پیغمبر کتابهای قبلی را به او ایمان داشت و کتاب گناه داشتن. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، میگه چی میکردن؟ می انداخت یک گروه من الذین، فریق گروهی از اهل کتاب، اینا چی میکردن که برشان کتاب داده شدن؟ کتاب الله وراء ظهورهم، کتاب الله که در پیش از اینا بود، یعنی در توراتی که پیش از اینا بود که برای از اینا حکم میکرد که باید به تمام پیغمبران ایمان داشته باشند و به تمام کتاب‌ها ایمان داشته باشند. این کتاب خود اوسو انداختن. از چی کار میگرفتن؟ از عقل خود کار میگرفتن که ما با عقل خود و حس خود و با خواسته های نفسانی خود اینم که انهم لا یعلمون، اتبا نمود میکنن مثل که هیچ یا درباره از این مسئله در کتابشان نمیدانند، در حالی که در کتابشان موجود بود. حالا ما شما مثلا به موسی علیه السلام ایمان داریم، میفهمیم موسی علیه السلام پیغمبری بود که نازل شده بود به بنی اسرائیل، و عیسی علیه السلام نص صریح که این هم به کی نازل شده؟ به بنی اسرائیل نازل شده و دیگه کلگی بشریت نبوده، در منطقه‌ای که اونجا بوده است نازل شده است. خب ما چرا به موسی علیه السلام ایمان داریم، به عیسی علیه السلام ایمان داریم؟ با 1,24,000 کم و بیش پیغمبرایی که هستند به شکل اجمالی و تفصیلی و کل از اینا ایمان داریم. چرا کتاب ما میگه اگر کسی از نبوت موسی علیه السلام انکار بکنه به خاطر از اینکه پیغمبر بنی اسرائیل بود، پس خود از چی میشه؟ این کافر میشه. پس ما مکلفیت داریم که به تمام پیغمبرا چی داشته باشیم؟ به تمام پیغمبرا ایمان داشته باشیم. همین قسم دیگه امت ها مثلا یهود و نصارا و بنی اسرائیل در مجموع اینا مکلفیتشان بود که باید به تمام پیغمبرها ایمان داشته باشن. لکن اینا چی میکردن؟ وقتی که یک پیغمبر میامد اینا باز چی میکردن؟ حتی کتاب الله را به عقب میزدن. سبب 28مش پیروی از سحر و جادو بود. مشکل اساسی از اینا چی بود؟ که وقتی که کتاب الله را فراموش کردن و او طرف کردن، پیروی از چی میکردن؟ اینا زیاد در سحر و جادو و فالبینی و تعویذگری و یا بسیار چی هستن، بسیار دیگه مشغول بودن و حتی به اندازه سحر و جادو رسانده بودن که حتی در زمان سلیمان علیه السلام وقتی که سلیمان علیه السلام معجزات خدا بر از اینا نشان میداد، معجزات بعد از اینا به پیغمبر داده میشد، اینا اختلاط کرده بودن بین سحر و بین معجزه، بین پیش مردم بسیار مشکلات پیدا شده بود. از امو خاطر است که الله متعال به خاطر امی سحر و جادوگری از اینا و این که حتی پیغمبرها را متهم به این کارها میکردن، اینا الله متعال 2 ملائکه را فرستاد. ملائکه فکرتون باشه همیشه که وقتی ما درباره ملائکه صحبت میکنیم ملائکه معصوم هستند. وقتی که درباره هاروت و ماروت صحبت میشه 2 ملائکه معصوم هستند.
اینا اینجا آمدن در وقت سلیمان علیه السلام. برای چی آمدن این دو ملائکه؟ معصوم هستند. بعضی قصه های دروغی که مثلا در اسرائیلیات هست و قصه های خرافی که بر از اینا نسبت داده شده هست، این غلط است. اصل این است که ما و شما ادب خدا با ملائکه باید داشته باشیم. همین قسم به جبریل امین علیه السلام احترام داریم، به میکائیل علیه السلام و ملک الموت و دیگه ملائکه. همین قسم به هاروت و ماروت که این دو ملائکه بودن که آمدن برای مردم برای تفکیک از این که اینا بفهمن که معجزه چی هست و سحر چی هست. بر از اینا علامات نشان دادن و برشان گفتن فکرتان باشن اینی کارا مربوط به سحر میشه. سحر به اینی طریق صورت میگیره و اینی کارا برای چی میشه؟ اینی چیزها علامات معجزه هست که از پیغمبر میباشه. پس اینا آمدن به خاطر وقایه مردم. چی کردن برای مردم؟ مثل که یک کس به خاطر وقایه از ویروس ویروس برشان معرفی میکنه، ولی اون دکتری که ویروس معرفی میکنه بر از این نیست که شما بگیرین ویروس باز اعضای بدن دیگر را شما پیچکاری بکنید، مثل که یک جنایتکار بخیزی کارا بکنه. پس وظیفه او دکتر خونه بوده، او دکتر معرفی کرده، نشان داده، تعریف کرده ویروس مکروب، ضررهایش، عیبهایش، علاماتش. به همین قسم این دو ملائکه آمدن و این ویروس های اعتقادی که سحر و جادو و فالبینی و رمل اندازی و گپا هست، اینه بر مردم معرفی کردن و بنی اسرائیل به عوض از که درس وقایوی رو بگیرن و خود از این بلاها نجات بدن، اینا خود مبتلا به امی امراض کردن و به سبب امی سحر و جادوگری که اینا داشتن، اینا به لعنت الله گرفتار شدن و دیگه ارزش زیر نداشتن که خلافت زمین به پیش از اینا باشن. الله متعال میگه و تبعوا، اینا متابعت کردن بنی اسرائیل، ما تتلو الشیاطین و علی ملک سلیمان، از آنچه که شیطان ها تلاوت میکردن. اساسگزار جادو، استاد جادوگرا کی هست؟ ابلیس است، شیطان است، شیطان ها هست. اینا میگن متابعت میکردن از شیطان ها در ملک سلیمان در زمان خلافت سلیمان علیه السلام. و ما کفر سلیمان و سلیمان علیه السلام کافر نشد. اینجا خلافت سلیمان علیه السلام به خاطر چی گفتیم؟ به خاطر ازی که سلیمان علیه السلام وقتی که برش قدرت سیاسی داده شد، این وارث کی بود؟ وارث داود علیه السلام بود. و داود علیه السلام به نص صریح قرآن الله متعال میگه که داود علیه السلام برای داود علیه السلام گفت که یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض، ما تو را خلیفه در زمین قرار دادیم. وقتی که داود علیه السلام خلافت در زمین الله قائم کرد، وارثش کی بود؟ سلیمان علیه السلام. الله متعال میگه در زمان خلافت و در زمانی که سلطه و قدرت و سلطنت سلیمان علیه السلام بود، اینا بنی اسرائیل متابعت کردن از چی؟ از آنچه که شیطان ها بر از اینا میخوان. و ما کفر سلیمان، الله رد میکنه اعتقادات باطل یهود و دیگر نصارا و دیگرها را که سلیمان علیه السلام متهم میسازن العیاذ بالله که او هم در سحر داخل داشته. نه خیر، سلیمان علیه السلام پیغمبر است و معصوم است و کسی در عصمت از این سخن میگه و یا در عصمت پیغمبرا شک میکنه کافر میشه. سلیمان علیه السلام الله متعال میگه که و ما کفر سلیمان، و سلیمان علیه السلام کافر نشد، چرا پیغمبر معصوم الهی و خلیفه‌ای بود که در زمین الله خلافت اسلامی را تطبیق میکرد. و ما کفر سلیمان، و سلیمان علیه السلام کافر نشد، ولکن الشیاطین کفروا، لکن شیطان ها کافر شدند. یعلمون الناس السحر، چرا شیطان ها کافر شدند؟ به خاطر که بر مردم شیطان ها سحر یاد میدادن، جادو را یاد میدادن تا مردم جادو را یاد بگیرن و همین جنایات خدا از طریق جادو پیش برم. و ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت، و آن چیزی که بالای دو ملائکه معصوم نازل شد در شهر بابل که یکی از اینا هاروت نام داشت و دیگه‌اش ماروت نام داشت. و ما یعلمان من احد، وقتی آمدن به خاطر وظیفه ارشادی وقایوی
تا بر از اینا ارشاد بکنن تا اینا خود از این مرض وقایه بکنن. پس اینجا الله متعال میگه که و ما یعلمان من احد، برای هیچ کس امین نسخه های یا امین مکروب های سحری را معرفی نمی کردن مگر برشان میگفتن که وقتی شما یاد گرفتین خدا وقایه کنین، بفهمین که اینی سحر است و اینی چیزایشان است. خب اینجا گفتیم که الله متعال میگه که و ما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت و ما یعلمان من احد، و هیچ کسی را اینا تعلیم نمیدادن. تعلیمات وقایوی عقیده درست توحیدی است که ملائکه آمدن تا مردم بفهمانند که اینی سحر کفر است، سحر و جادو کفر است و کسی که کار یاد میگیره هم کافر میشه و کسایی که این سحر عمل میکنه کافر میشه. ما برای شما نشان میدیم که اینی علامات چی هست؟ معجزه هست. فرق بکنین بین معجزه پیغمبرا و بین چیزهایی که نشان میده که اینی سحر است. فکرتان باشه که اگر این علامات شما شناختین به خاطر وقایه هست، اما اگر شما از این کار میگیرین و منفی استفاده میکنین شما کافر میشین. و ما یعلمان من احد، و تعلیم نمیدادن امی تعلیم ارشادی وقایوی را به هیچ کسی، حتی یقولا تا ای که میگفتن انما نحن فتنه، یقینا ما آمدیم به خاطر یک امتحان. این هم یک امتحان است بالای شما که شما این مسائل به خاطر وقایه یاد میگیرین. فلا تکفر، پس کافر نشو، خود در این سحر مبتلا نکو، ایره بسیار در ایره تطبیق نکو و عمل نکو. اینال الله متعال میگه فیتعلمون منهما، پس اینا از اینها یاد میگرفتن، نه به خاطر ازی که ملائکه به خاطر ارشاد و به خاطر وقایه، لکن اینا چی میکردن؟ همون درس خوبی را که میگرفتن از اون درس منفی استفاده میکردن. یفرقون به بین المرء و زوجه، تفرقه انداختن بین خانم و شوهرش. چرا یکی از ابواب سحر و جادو چی است؟ که امی سحر و جادوی هایی که برای محبت و برای فرقت و جدایی میشن. مثلا اگر ما از این مثال بگوییم، شما اگر دیده باشین دکتران میرن مثلا عملیات یاد میگیرن که مثلا حتی میتونن گرده یک کس را خارج بکنن و به یک کس دیگه نصب بکنن. اینال این یک عمل علمی ساینسی است که بعضی اوقات ضرورت میشه که یک نفر مثلا گردهش آسیب دیده و گردهش تبدیل میکنن یا گرده مصنوعی برای میگذارن. اینال این استادی که تدریس میکنه این خبر از شاگردای خود میگه که امی تدریس از این علم برازی هست که شما اینو مثبت استفاده بکنین، خود جنایتکار نسازین که باز شما برین مثلا تفلک های کوچک بعضی کسا را دیده باشین که امیر یاد میگیرن، باز اینا به عوض که از این مثبت استفاده بکنن میرن از امی علم ساینس و از امی طب توسط از این گرده های تفلای کوچک قطع میکنن و او طفل میکشن و باز گرده از را میرن در بازار میفروشن و برای بزنسمن ها و پولدارها این استعمال میکنن. اینال تعلیم دادن درس های علمی به خاطر منفعت جامعه و به خاطر وقایه از زشتی ها و بدی ها این علیحده حکم دارن و استخدام از این در منفی و از این منفی استفاده کرده این جرم اما کسایی است که این جرم یا جنایت انجام میدن. پس اینجا الله متعال میگه که فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء و زوجه، اینا تفرقه اندازی میکردن در بین خانم و شوهر، و ما هم بدارین به من احد الا باذن الله، و اینا ضرر نمیرساندن به یک کسی الا باذن الله مگر به حکم الله. یعنی این مسائل هم اینا خودشان یعنی سحر مستقلانه نمیتونه عمل بکنن، چرا کلش تحت حاکمیت تکوینی الله هستن. اینا حاکمیت تکوینی در تمام کائنات هست، از این خاطر اینا ایره نمیتونن کرده مگر ای که مثلا به حکم الله هست که الله ایره یک امتحان خلق کرده و در بین انسان ها گذاشته تا انسان بیدین از انسان دیندار و انسان حق طلب از انسان باطل طلب تفکیک و تمیز شود.
و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم. یعنی بنی اسرائیل چی عادت داشتن؟ اینا اگر درس میخواندند و تعلیم هم میکردن، تعلیمشان چی بود؟ آن چی بود که برشان ضررناک بود و به منفعتشان نبود. یعنی بسیاری کسا درس میخوانه، بعضی کسا درس میخوانه به خاطر ازی که این درس ازی ایره به حق برسانه، حق پیدا بکنه، راه درست پیدا بکنه و توسط این درس خود حق و انصاف و عدالت در جامعه تأمین بکنه. بعضی کسای دیگه هستن که اونا درس میخوانن، لیسانس و ماستری و دکترا، لکن امی لیسانس و ماستری و دکترا خود در علوم مختلف برای چی استفاده میکنن؟ برای ضرر جامعه و ضرر مردم. این نیت غلط و چیز است. و الله متعال میگه که ای بنی اسرائیل همین مشکل و همین عیب داشتن که اینا حتی اگر برشان یک درس خوب هم داده میشد، از این درس خوب اینا استفاده منفی میکردن. و لقد علموا، و در یقینا که اینا فهمیدن که لمن اشتراه، و هر کسی که امی سحر و جادو را میگیره، ما له فی الاخرة من خلاق. ای ساحر و جادوگر، سحر کننده و جادو کننده، ای خلاق و نصیب در روز آخرت نداره. امروز بسیاری کسا هستن به این مرض بنی اسرائیل از مسلمان ها مبتلا هستن که سحر میکنن و جادو میکنن، فالبینی میکنن، و اگر یک دختر خوششان می از طریق امو ساحرا و جادوگرا اونا را به طرف خود مرغوب میسازن و چشم بندی میکنن و مچم چی کارها میکنن. ای کلش در ابواب سحر است. و کسی که با این سحر و ساحری مثلا سبب فرقت بین خانم و شوهر میشه، یا سبب ازی میشه که دو نفر یعنی محبت غیر حقیقی پیدا بکنن توسط جادو او را راضی بسازن، اینیا کلش نتیجه چی است؟ که الله متعال میگه که ما له فی الاخرة من خلاق. ساحر، جادوگر، فالبین، تعویذگر، ای کسایی که کارهای سحری و فالبینی و ادعای علم غیب میکنن در کارهای خود و شاگردی ابلیس و شیطان میکنن، پس الله متعال میگه برای از اینا خلاق نصیب نیست در روز قیامت. ولا بئس ما شروا به انفسهم، و بسیار زشت است آن چیزی که نفسهای خود به فروختن. لو کانوا یعلمون، اگر اینا علم می داشتن. ولو انهم آمنوا، الله متعال میگه که اگر اینا ایمان می آوردن و تقوا اختیار میکردن، لمثوبة من عند الله خیر، ثواب از جانب الله بهتر بود. لو کانوا یعلمون، اگر اینا میفهمیدن. 29 سببی که خلافت از بنی اسرائیل گرفته شد، بی‌ادبی در مقابل رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. اینا عادت داشتن که حتی در مجلس رسالت هم وقتی که میشیشتن، او کافرایش و بیدینایش که بعد از موسی علیه السلام و در زمان موسی علیه السلام و در زمان عیسی علیه السلام کفر و جنایت کردن، این کفر از اینا بسیار دوامدار بود، چندین قرن. و حتی زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که آمد، در این وقت هم اینا می آمدن در مجلس رسول الله صلی الله علیه و سلم، نه به نیت تعلیم و تعلم مثل که صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم میشیشتن، اینا می آمدن به خاطر بی‌ادبی و الفاظ زشت و بی‌ادبی را استعمال میکردن که این الفاظ از اینا حتی بعضی اوقات صحابه متأثر می شدن. از این خاطر الله متعال بیان کرد که یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان متوجه باشین، شما مثل بنی اسرائیل واره کسایی که اینا میخواین در مقابل پیغمبر بی‌ادبی قصدی بکنن و کافر شون، شما احتیاط بکنین که این الفاظ استعمال نکنین که شما کافر نشین. چرا؟ استخدام الفاظ کفری کافرا سر انسان تأثیر میکنن. پس به این خاطر گفت که شما حتی الفاظ از اونا را که به شکلی الفاظ استعمال میکنن با جنگ فکری که شما متوجه نمیشین، این استعمال نکنین. لا تقولوا راعنا نگوین و قولوا انظرنا. بنی اسرائیل چی میکنن؟ در مجلس رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار با بی‌ادبی میگفتن که ما را مراعات بکن و به طرف ما توجه نمیکنی و کل فکرت به طرف از اینا هست. به این خاطر حتی بعضی صحابه بر صحابه گفت که اگر شما از رسول الله صلی الله علیه و سلم چیز تقاضا میکردین، نگوین راعینای بی‌ادبی بنی اسرائیل، ولکن و قولوا انظرنا، لکن چی بگوین؟ بگوین که ای رسول الله صلی الله علیه و سلم
به طرف ما هم توجه کنین یا نظر بکنین. به این خاطر است که بسیاری کسایی که از اصطلاحات کفری که دشمنای اسلام میشنن، مثلا انگلیس ها و امریکایی ها و بنی اسرائیل و یهود و نصارا و دشمنای اسلام، وقتی که اصطلاحات جور میکنن به ضد مسلمان ها تا مسلمان ها را تفرقه ایجاد بکنن، یک دفعه مسلمان ها را به نام اکستریمیست و تروریست و فاندامنتالیست و افراطی و نمیفهمم بنیادگرا و وهابی و خوارج و اینی اصطلاحات اینا میکشن و در ذهنیت مسلمان ها داخل میکنن تا مسلمان ها را به این شکل تفرقه ایجاد بکنن. این حال کسی که مسلمان واقعی است در مقابل یک مسلمان دیگه الفاظ بیدینی و گمراهی را استعمال نمیکنه، از این بسیار احتیاط میکنه. به این خاطر الله متعال برای صحابه گفت که یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا، نگوین راعنا. این اصطلاح راعنا را نگوین که اصطلاح جنگ فکری منافقانه بنی اسرائیل است. و قول انظرنا، و بگوین که به طرف ما ای رسول الله صلی الله علیه و سلم نظر کن و اسمعوا و بشنوید وللکافرین عذاب علیم، و برای کافران عذاب بسیار دردناک است. سبب سیومی که خلافت اسلامی از بنی اسرائیل گرفته شد بخیلی در نزول خیر به دیگرها بود. خب شما وقتی که الله برای شما چقدر امکانات داده و در خانواده شما چقدر پیغمبرها هستند و در نسل یعقوب علیه السلام چقدر پیغمبرها برای شما آمده، شما چرا وقتی که الله متعال یک خوبی را، هزار خوبی را برای تو داد، یک خوبی را برای یک کسی دیگه میده، شما چرا بخیلی میکنین؟ این عادت زشت هست که بنی اسرائیل داشتن. از این خاطر الله متعال میگه ما یود الذین کفروا من اهل الکتاب، آرزو نداشتن کسایی که کافر شدن از اهل کتاب، ولا المشرکین و نه مشرکان. اینجا ببینید صراحتا اهل کتاب و مشرکان کافر هستند و کسی که مشرکین و اهل کتاب تکفیر نمیکنه و حکم به کفر از اینا نمیکنه و میگه من تکفیر نمیکنم، به این آیت قرآن انکار میشه و به این کافر میشه. الله متعال میگه ما یود الذین کفروا، آرزو نداشتن کسایی که کافر شدن از اهل کتاب و نه هم مشرکین، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، که بالای شما خیر از یا نیکی از جانب پروردگار شما نازل شود. والله یختص برحمته من یشاء، الله اختصاص میده به رحمتش هر کسی را که خواسته باشه. والله ذو الفضل العظیم، و الله دارای فضیلت بسیار زیاد است. الله متعال میگه ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها. مسئله منسوخ وقتی که مطرح میکنن بعضی اوقات اینجا شبهات ایجاد میکنن، الله متعال میگه وقتی ما یک حکم را یا یک آیت را حکمش منسوخ میکنیم به خاطر تدرج، مثلا یک حکم میباشه حکم دیگی را بیان میکنیم، خصوصا در اسالیب تدرج قرآنی. مثلا وقتی شراب مردم زیاد عادت داشتن، این 4 مرحله شراب حرام شد. وقتی که یک دفعه مثلا گفت که منافع برای مردم داره و منفعتش کم است، جرمش زیاد است، دیگه دفعه گفت که لا تقربوا الصلاة و انتم سکارى. خب خلاصه این 4 مرحله شده که اینال وقتی که باز آیت انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان ای که نازل شد، باز آل دیگه گفتن نمیتونیم که لا تقربوا الصلاة و انتم سکارى. اینجا حکم از این وقتی که در اینجا حکم از این منسوخ شده هست، این به خاطر حکمت الهی و تدرج در تشریع در عصر نزول قرآن عظیم الشان بود که بر از اونا به این شکل تا که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم به تدرج آهسته آهسته تشریع الهی را تطبیق بکنن تا که به کمال خود، تا که بالاخره قرآن تکمیل شد. الم تعلم ان الله متعال میگه ما ننسخ من آیت، اگر ما نسخ میکنیم یک آیت را او ننسیها یا او را فراموش میکنیم، از قلبها نأتی بخیر منها، ما با عوض از او حکم بهتر میریم. یعنی وقتی که الله متعال کتاب‌های سابقه را نسخ کرد که تورات است و انجیل است و زبور است و دیگرها هست، الله متعال به عوض از اونا کتاب کامل و شامل خدا که به تمام بشریت منفعت ازی هست و چیزی هست که با عقیده اساسی اونا تفاوت نداشته هست. پس از او که بهترتر و شاملتر و کاملتر و به تمام بشریت قابل تطبیق، اینه الله متعال میگه که
بهتر از او مثلها یا مثل از او ما جاگزین از او میسازیم. الم تعلم، آیا نمیدونی ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا ای هر کسی که قرآن تو تلاوت میکنی، ان الله علی کل شیء قدیر، بیشک الله سبحانه و تعالی بر هر چیزی قدرتمند است. الم تعلم، آیا نمیدونی ان الله له ملک السماوات والارض، یقینا که الله سبحانه و تعالی بر از او هست مالکیت آسمان ها و زمین، و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، و بر شما بغیر از الله نه کدام دوستی هست و هم نه نصرت کننده. پس دوست حقیقی مؤمنین و نصرت کننده حقیقی الله هست. اگر انسان میخواد که دوستی بکنه با الله دوست باشه، و اگر میخواد که نصرت شود، نصرت از کامیابی و نصرت از الله بخواهد. سبب 31 درخواست های بیجا از پیغمبران. بنی اسرائیل به خاطر ازی گمراه شدن و خلافت از اینا گرفته شد که اینا درخواست های بسیار غلط و نادرستی از پیغمبران میکردن. ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسی، شما متوجه باشین ای مسلمان ها که این قسم تقاضاهای غلطی که اونا کردن به این متأثر نشین. چرا؟ اونها از موسی علیه السلام سوال کردن من قبل، پیش از این، و من یتبدل الکفر بالایمان، ام تريدون، آیا شما میخواین ان تسألوا که شما سوال بکنین بخواهین از رسولکم پیغمبرتان کما سئل موسی، مثل که پرسیده شد یا طلب کرده شد موسی علیه السلام من قبل از این، و من یتبدل الکفر بالایمان، هر کسی که تبدیل میکنه کفر به ایمان فقد ضل سواء السبیل، یقینا که این راه درست غلط کرده و از راه درست و هدایت به گمراهی رفته است. سبب 32 آرزوی مرتد ساختن مؤمنین. اینا میگفتن که ما مؤمنا باید مرتد شوند، و این عقیده که الرضا بالکفر کفر، کسی که راضی میشه که یک کسی کافر شود، این خودش چی است؟ خود امی انسان کافر میسازه. پس آیا یک کسی که رضایت به کفر داره و به ارتداد و مرتد شدن مردم راضی هست، ای باز چی میکنه؟ ای باز صلاحیت خلافت اسلامی رو داره؟ هرگز نداره. از این خاطر الله متعال میگه ود کثیر من اهل کتاب، آرزو کردن بسیاری از اهل کتاب، لو یردوکم من بعد ایمانکم کفارا، تا که شما را پس برگردانن، مرتد بسازن شما را بعد از ایمانتان کافر. یعنی از ایمانتان برگردین و مرتد چی میگه؟ یعنی کسی که برمیگرده از حق به باطل، از ایمان به کفر. حسدا من عند انفسهم، چرا این کارا میکردن؟ به خاطر حسادتی که در داخل از اینا بود، در نفس هایشان بود. من بعد ما تبین لهم الحق، و این هم بعد از وقتی که بر از اینا حق بیان شد. فاعفو، پس شما عفو کنین، واصفحوا، و گذشت بکنین، حتی یأتی الله بامره، تا که الله امر و حکمش بیاره. ان الله علی کل شیء قدیر، الله بر هر چیز قدرتمند است. و اقیموا الصلاة، و شما اقامه نماز بکنین، و آتوا الزکات، و زکات ادا بکنین، و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله. اینجا نگفته که وصلوا شما نماز بخوانید، بلکه گفته اقامه نماز بکنین، یعنی نماز به همون شکل که رسول الله صلی الله علیه و سلم ادا میکرد، همون قسم شما ادا بکنین، و عبادات بدنی را به همون شکل که رسول الله صلی الله علیه و سلم ادا میکرد شما به همون شکل ادا بکنین. یعنی در عبادات قد افلح المؤمنون الذين هم فی صلاتهم خاشعون، یقینا کامیاب شدن کسایی که در نمازهای خود خشوع داشتن. پس الله متعال میگه و اقامه نماز بکنین، و آتوا الزکات، و زکات بدین، و ما تقدموا لانفسکم من خیر، و هر چیزی که از خیر اونا شما تقدیم میکنین تجدوه عند الله، او را شما پیدا میکنین به نزد الله. ان الله بما تعملون بصیر، یقینا که الله به آنچه که شما عمل میکنین بینا هست. سبب 3 ادعای دروغین تخصیص جنت به آنان. یکی از سخنهای از اینایی بود که جنت مخصوص ما هست. چرا مخصوص شماست؟ آیا دیگه مؤمنا جنت حق ندارن؟ این هم یک جنایت و یک تهمت است که بالای خالق متعال میکردن، که یعنی تعصبات خود به دین و به ایمانداری نسبت میتن. و قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا، میگن که داخل جنت نمیشه مگر کسی که یهودی باشه یا نصرانی باشه. الله متعال میگه تلک امانیهم، این خواهشات بنی اسرائیل است. قل هاتوا برهانکم، بگو برشان بیارین دلایلتان را، این کنتم صادقین، اگر شما راستگو هستین.
بلا بلی من اسلم، هر کسی که اسلام یا تسلیم بکنه وجهه لله، خود روح خود و وجه، یعنی وقتی انسان روح خود تسلیم کرد این وجه گرفته، یعنی منظور تمام اعضای بدن است، یعنی اطلاق جز بر کل. هر کسی که تسلیم کرد تمام اعضای بدن خود به حکم الله و هو محسن، در حالی که او احسان و نیکوکار باشه، فله اجره عند ربه، بر از او اجرش پیش الله هست. این شرط نیست که یهود باشه یا نصارا باشه یا سفید پوست باشه یا عرب باشه یا عجم باشه، نه خیر، این دین برای سیاه پوست افریقایی هم است، برای زرد پوست چینایی و ژاپنی هم است، برای سرخ پوست اروپایی و امریکایی هم است، برای گندمی آسیوی هم است و برای همه استرالیایی و اگر در انتارکتیکا هم مخلوق پیدا شود، دین برای هم است. و هر کسی که محسن باشه و تسلیم حکم الله باشه و مسلمان شود، پس او مستحق جنت الله میشه. ولا خوف علیهم، و بالای از اینا ترس هم نیست، ولا هم یحزنون، و اینا جگرخون هم نباشند. 34م سببی که خلافت از بنی اسرائیل گرفته شد، توهین یک دیگر مخالف حکم الله بود. یهود نصارا را توهین میکردن، نصرانی ها یهود توهین و تحقیر میکردن. و قالت الیهود لیست النصارى علی شیء، کلشان بنی اسرائیل هستند. کسایشان که یهود شده بودن، اونا چی میگفتن؟ که نصرانی ها و چیز نیستن، اونا هیچ نه دین دارن و نه ایمان دارن و پیغمبرشان هم دشنام میدادن، عیسی علیه السلام و مادرش هم به الفاظ بسیار زشت یاد میکردن. و قالت النصارى، اسرائیل بنی اسرائیل دیگری که اینا نصرانی شده بودن، باز اونا میگفتن که لیست الیهود و علی شیء، یهود به هیچ چیز نیست. و هم یتلون الکتاب، در حالی که اینا کتاب الله که نازل شده او را تلاوت میکنن. کذالک، اینمی قسم تعصبات و اینمی قسم تکبر و اینمی قسم دوری از حق کی میکنن؟ کذالک قال الذین من قبلهم، امی قسم کسانی میکنه که قبل از اینا بودن. کذالک قال الذین لا یعلمون، امی قسم میگن کسانی که علم ندارن مثل قبلشان سخنشان. والا شما مسلمان ها درست نیستین، شما غلط هستین، شما رایتان غلط است. نه خیر، راه تمام مسلمان ها به هر مملکت و هر منطقه‌ای که تعلق داشته باشه، وقتی که صادقانه مؤمن باشه و چی نباشه، اما نواقض ایمان در وجودش نباشه. بله اگر کس نواقض ایمان در وجودش پیدا شد که مثلا نواقض ایمان ایره از دایره ایمان میکشه و کفری را میکشانه و خودش صراحتا میخیزه، دفاع از دموکراسی و از سوسیالیسم و از کمونیسم و از سکولاریسم و از اینها میکنه، باز او معلوم دار است. اما اگر کسی مؤمن است و موحد است و در شبکات شریعت الله است، کس حق نداره که او را توهین و تحقیر بکنه. و حتی اگر یهود و نصارا واقعا به کتابهای خود ایمان داشته باشن و وقت کل پیغمبرها را قبول بکنن و محمد صلی الله علیه و سلم و قرآن اینا را هم قبول بکنن، مثل که ما و شما به تورات و به انجیل و به پیغمبرای بنی اسرائیل موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام و زکریا علیه السلام به کل از اینا ایمان داریم، اگر ایمان داشته باشن میگیم اونا هم به جنت میرن و داخل جنت میشن. به شرط چی؟ به شرط ایمان کامل به تمامی پیغمبران، به شرط ایمان کامل به تمامی کتابهای آسمانی و قبولیت پیغمبران کلش. اما ای که بگه این پیغمبر قبول ندارم، حالا اگر یک مسلمان هم بگه که مثلا من به تورات ایمان ندارم، نه خیر، ما بگیم تورات منسوخ شده و توراتی که تحریف شده، این تحریف شده غلط است، اما توراتی که بالای موسی علیه السلام نازل شده ما با او ایمان داریم. انجیلی که امروز در اون عقیده سی خدایی را داخل کردن، ما میگیم اینی تحریف شده و اشتباهات و غلطی ها داره. اما انجیلی که بالای عیسی مسیح علیه السلام نازل شده ما با او ایمان داریم و قبول داریم، چرا او کتاب توحید بود. پس الله متعال میگه که اینا چی میکنن؟ و قالت الیهود لیست النصارى علی شیء و قالت النصارى لیست الیهود علی شیء و هم یتلون الکتاب، اینا کتاب تلاوت میکنن. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم، اینمی قسم کسایی که علم ندارن مثل سخنان از اینا میگه. فالله یحکم بینهم یوم القیامه، یعنی الله حاکم هست که قضاوت میکنه در بین از اینا در روز قیامت. الله متعال هم حکم در دنیا میکنه
تشریع را تعیین میکنه و هم در آخرت حکم میکنه. از این خاطر کسایی که به غیر از حکم الله، به غیر ما انزل الله حکم میکنن و قضاوت میکنن، اونا یا طاغوت هستند و کسایی که میپذیرن پیروان طاغوت هستند. فالله یحکم بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون. الله در بینشان فیصله میکنه در روز قیامت در آنچه که اینا اختلاف میکنن. سبب 35 ممانعت و تخریب عبادتگاه ها هست. همیشه یکی از اسبابی که خلافت زمین از بنی اسرائیل گرفته شد، علتش چی بود؟ علتش بود که اینا به عوض از اینکه به عبادتگاه ها و اماکنی که در عبادت توحیدی الله میشه او را آباد بکنن، اینا تخریب میکردن. مثل که منافقین مسجد ضرار ساختن، اونا عبادتگاهی برای فساد ساختن. او عبادتگاه منظور نیست عبادتگاهی که برای کفر، بیدینی، شرک و این کارا ساخته شد. مثل مسجد ضرار که رسول الله صلی الله علیه و سلم مسجد ضرار امر کرد که باید چی شود؟ ویران شود، از بین بره. اما عبادتگاهی که به خاطر عبادت الله، عبادت خالق یکتا ساخته شدن، اینا چی میکردن؟ میخواستن خراب بکنن. و من اظلم و کیس ظالمتر ممن نسبت به کسی که منع مساجد الله، منع میکنن مسجدهای الله را، ان یذکر فیها اسمه، نمیگذاره که در اون نام الله ذکر شود. مثل که بسیاری تواقیتی که امروز هست، بسیاری از اینا را شما در عصر امروزی ببینید که حتی مسجدها را قلف میکنن. یک وقت ما در لیبیا بودیم، همین نماز فرض فقط اجازه میداد قذافی که همین 4 رکعت فرض در این مسجد بخوانی. همین فرض که خلاص میشد، همین نفرش میامد برش میفتی برادر من نخوانده، نه قلف میکردن و کس حق نداشت که در مسجد حتی یک سپاره قرآن بخوانه. قلف میکردن مسجد، مگر امو وقتی که اینا خودشان چی میکردن؟ اجازه میدادن. او را هم به خاطر منافقت. و من اظلم و کیس ظالمتر ممن نسبت به کسی که منع مساجد الله، که منع میکنه مساجد الله را، ان یذکر فیها اسمه، که در او نام الله یاد شود. حالا بسیاری وقتا است مثلا بعضی مسجدها ساخته میشه برای فاتحه گیری بدعتی، ساخته میشه به مجالس بدعتی. وقتی که اطفال میخواین که امام مسجد یا قاری صاحب مسجد میخواد که اطفال درس بده، قرآن درس بده، مانع واقع میشه. بسیاری ریش سفیدایی که به نام دیندار خود میگیره، الله متعال میگه از این کده ظالمتر نیست که مانع میشه از مساجد الله که ذکر الله در اونجا شود. و سعی فی خرابها، و در خرابی از سعی میکنن. اولئک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین، میگه این مردم نیستن که داخل شوند در مسجدها مگر به ترس. یعنی خودشان هم اگر در مسجد داخل میشن به حالت خوف و ترس داخل میشن، نه خوف و ترس واقعی، بلکه با خوف و ترسی که انسان‌های منافق می‌داشته باشن و بیدین می‌داشته باشن. لهم فی الدنیا خزی، در دنیا هم امی ذلت بر ازنا هست. و لهم فی الاخرة عذاب عظیم، و برشان در آخرت عذاب دردناک است. ولله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله. شرق و غرب کلش مربوط الله هست. هر طرفی که شما روی بیارین، همون طرف الله هست، وجه الله هست، یعنی الله شما را میبینه. این الله واسع علیم، الله بسیار واسع هست در ذاتش و علیم هست. واسع هست در ذات و صفاتش و علیم است در صفت علمش، یعنی بسیار عالم است. این آیت شریف به خاطر از اینکه اونا اعتراض میکردن در مورد چی؟ در مورد از اینکه چرا قبله از بیت المقدس به طرف مکه مکرمه شد. الله متعال میگه ولله المشرق والمغرب. وقتی حکم الله بود که به طرف بیت المقدس بخوانین، او طرف نماز خوانن. وقتی حکم الله شد که به طرف بیت الله شریف نماز بخوانین، نماز خوانن. ان الله واسع علیم. سبب 36 شرک در ذات الهی. 36 یعنی 36 سببی که ببینید چقدر اسباب است. 39 سبب اینجا ذکر شده که چی است؟ سبب 36 شرک در ذات الله سبحانه و تعالی، که اینا شرک میکردن. از این خاطر آیا یک مشرک مستحق از این است که خلافت الهی بر از او داده شود؟ و قالوا اتخذ الله ولدا، و گفتن که الله فرزند گرفته است. این شرک است، کفر است. سبحانه پاک است الله، بل له ما فی السماوات والارض، بلکه برای الله است آنچه در آسمان ها و زمین است. کل له قانتون، تمام مخلوقات به الله تسلیم هستند. اینا چی کردن؟
بنی اسرائیل یهودا گفتن و قالت الیهود عزیر ابن الله و نصرانیایشان گفتن و قالت النصارى المسیح ابن الله. این قسم برای الله نسبت فرزند دادن و این کفر است و شرک است و این یکی از اسباب بود که اینا دیگه مستحق خلافت نیستن. ولله خب سبحانه بل له ما فی السماوات والارض، برای الله پاکی هست، برای آنچه در آسمان ها و زمین است. کل له قانتون، همه برای سو تسلیم هستند. بدیع السماوات والارض، الله ذات با عظمت است که از نو ابداع کرده و خلق کرده آسمان ها و زمین را. و اذا قضا امرا، وقتی که یک امر را فیصله میکنه، فانما یقول له کن فیکون، پس وقتی که او را میگه شو میشه. بنابراین الله به فرزند و به شریک و به معاون و به سکرتر و به رئیس دفتر و به همکار و به چیزها نیازی نداره. سبب 37 اعتراض به خالق یکتا. میبینید کفریات از اینا را یک یک الله بیان میکنه. و قال الذين لا يعلمون، و میگفتن کسانی که علم نداشتن، لولا یکلمنا الله او تأتینا آیه، چرا الله با ما سخن نمیگه یا بر ما آیت و معجزه نمیگه؟ كذلك قال الذين من قبلهم، الله متعال میگه امی قسم ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم که جاهلایی که در عصر تو تقاضاهای منفی میکنن، اینا عین سخن از اینا را کی میگفتن؟ که کسایی بودن که قبل از اینا بودن، مثل قولهم، مثل سخنهای از اینا. تشابهت قلوبهم، پس قلبهای مشرکین عصر تو، یهود و نصارا در حال و گذشته یکسان است. قد بینا الآیات لقوم یوقین، الله متعال میگه یقینا ما دلایل قدرت و معجزات بیان کردیم و نشان دادیم برای کسایی که اونا یقین میکنن. سبب 38 عدم رضایت از رسول الله صلی الله علیه و سلم مگر به پیروی از انحرافاتشان. اینا چی میگفتن؟ میگفتن که ما ای پیغمبر از تو وقت راضی میشیم تا وقتی که کفر ما را و شرک ما را و انحرافات ما را تو قبول بکنی. الله متعال میگه که هیچ وقت اینا از تو راضی نمیشن وقتی که تو بر از اینا توحید بگویی. انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. ای پیغمبر ما تو را روان کردیم بشارت دهنده و ترساننده. بشارت دهنده که برای مردم، برای مؤمنین و موحدین بشارت به سعادت دنیا و جنت اخروی رو میدی، و سعادت اخروی که سعادت اخروی هست و سعادت دنیوی رو هم بشارت میدی. و نذیر یعنی میترسانی کسایی که اینا ظالم هستن و اونا تسلیم طواغیت هستن یا خودشان خود طاغوت جور کردن و معبودان باطل پرستش میکنن یا نفس خود پرستش میکنن، اینا را بر از اینا تو ترساننده هستی. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، و تو سوال نمیشی از صاحبان دوزخ. یک وقتی ما درباره درس‌های عقیده موضوعاتی که مربوط به دوزخ و عذاب قبر اینا میشه دیره بیان میکردیم، یکی از دوستا برای من زنگ زد و گفت که استاد شما چرا امی قبر و عذاب قبر و عذاب آخرت و دوزخ و اینا را ذکر میکنین، تنها امی جنت و نعمت ها و اینا را ذکر بکنین؟ این دوست عزیز جواب تلفنتان اینجا در قرآن است که انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا. وظیفه پیغمبر و پیروای پیغمبر و دعوتگرایی که میخواین به طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم دعوت بکنن، این چی است که هم بشیر است هم نذیر است، هم به نیکی ها و به جنت و به سعادت و به میوه های جنت و لباس های جنت و قصر های جنت و در امتیازات جنت که ما لا عین رأت، که نعمت هایی داره که چشم ندیده و گوش نشینده و ولا خطر به قلب بنی بشر، قلب انسان هم خطور نکرده. و این بشارت پیغمبرها هم میدادن، ما هم باید بگیم. و همچنان نذیر یعنی ترساننده هست که باید برای کسانی که اونا مخالف دین هستن، بیدینی اختیار میکنن، کفر اختیار میکنن، شرک و ارتداد اختیار میکنن، پس بر از اونا ترساننده هم شود. الله متعال میگه که ما تو را فرستادیم به حق بشیر و نذیر، بشارت دهنده و ترساننده. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، تو از صاحبان دوزخ پرسان نمیشی. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، و از تو ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم یهود و نصارا راضی نمیشن. و ای مسلمانی که تو قرآن میخوانی، یهود و نصارا هیچ وقت از تو راضی نمیشه که تو را من حیث دوست خود قبول بکنه، حتی
حتی تتبع ملتهم، تا زمانی که دین از اینا را، عقیده از اینا را، دموکراسی از اینا را، سکولاریسم از اینا را، کفر از اینا را، فلسفه های الحادی از اینا را، قوانین حقوق بشری که در حقیقت ظلم و طغیانی که امروز بالای فلسطینی ها میکنن، اینی جنایات از اینا را تایید نکنی و دوستای بیدین از اینا را، امی بنی اسرائیل که حالی حکومت را ساختن، ایش خلاگرای صهیونیست است که دوستای از اینا امی یهود و نصارا هست که اینا همیش امرای از اینا میان و میشینن. الکفر ملت واحده، اینا کافرها از تو راضی نمیشن، نه یهود و نه نصارا، تا که پیروی از اعتقادات باطلشان. دموکراسی یک دین است، سکولاری یک دین و یک عقیده و یک منهج است. اینمی قسم که یهودیت و نصرانیت و اسلام هست. پس اینا برای خودشان دین جور کردن، خودشان برای خود قانون و نظام جور کردن، اینا از تو راضی نمیشن تا وقتی که مطابقت از اینا نکنی. قل بگوی رسول الله صلی الله علیه و سلم ان هدی الله هو الهدی، شریعت الله، هدایت الله، این هدایت است. تشریع الهی، قانون الهی، قانون آسمانی، این هدایت است و ایجاز. ولئن اتبعت اهواءهم، ببینید چقدر این سخت است. الله متعال برای پیغمبر خود که حبیبش است و دوستش است و رسولش است و بر از او چقدر ارزش داده، چقدر ایر با عزت یاد میکنه، یا ایها النبی برش خطاب میکنه، ای شخصی که تو بر تو نبوت داده شده، یا ایها الرسول، ای رسول الله. اینال وقتی بر از این اصطلاحات خوب گفته میشه و دارای این مقام عالی پیغمبر است، لکن در اینجا برش میگه که ولئن اتبعت اهواءهم، اگر متابعت کردی از خواسته ها و خواهشات این بیدینای یهود و نصارا، بعد الذی جاءک من العلم، بعد از اینکه بر تو علم آمد، این علمی که قرآن و سنت از بر تو گفته شد، ما لک من الله من ولی ولا نصیر، باز برای تو دوست و نصرت کننده نمی باشه. احتیاط داشته باش که 100% باید یهود و نصارا را دشمنت بگیری و عقیده ولا و برا داشته باشی. ولایت و دوستی با دوستای الله مؤمنین موحدین و دشمنی با دشمنای الله داشته باشی. اگر این نداشته باشه، سبب 39 چی هست؟ کفر به قرآن عظیم الشان هست. این خلافت که از اینا گرفته شد و اینا دیگه مستحق خلافت زمین در زمین الله نیستن، این هست که اینا به قرآن عظیم الشان که کلام الله هست به ای کافر شدن. الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته، الله متعال میگه برای کسایی که ما کتاب دادیم اونا بسیار او کتاب خوب تلاوت میکنن. اولئک یؤمنون به، اینا کسایی هستند که به این کتاب ایمان دارن. و من یکفر به، و هر کسی که به این کتاب الله یعنی قرآن عظیم الشان کافر میشه، چی یهود است، چی نصارا هست، چی دیگرای قریشی ها هستند، فاولئک هم الخاسرون، اینا در خساره هم و در زیان هستند. یا بنی اسرائیل، آل الله متعال بر از نامه که ای بنی اسرائیل، باز هم الله متعال چی میگه؟ بر از نامه میگه که ما شما رسیدیم در آیت 121